به نام خدا. داستان فریال و بنژو جادوگر. سالها قبل جادوگری به نام بنژو زندگی میکرد که 10 دختر زیبا داشت. مردهای زیادی طالب ازدواج با این دخترها بودند. هر از چندگاه مردانی بعد از گذشتن از راههای سخت و طولانی به خانه بنژو که در دوردستها در لابلای بوته‌زاری پنهان بود میرفتند تا از دخترهایش خواستگاری کنند. اما نکته عجیب این بود که هیچ کدام از این مردهای جوان بعد از آن دیگر به خانه هایشان بر نمی گشتند و هیچ کس از سرنوشت آنها خبری به دست نمی آورد. بنژو تنها کسی بود که جواب این معما را می دانست. او با دیدن خواستگارها با روی باز از آنها استقبال می کرد و دروغکی از آمدن آنها خوشحال می شد. به آنها شربت نخل تعارف می کرد و غذای خوب جلویشان می گذاشت. آن وقت شب که می شد به آنها می گفت دیگر خیلی دیر شده که بخواهید در این هوای تاریک به خانه هایتان برگردید. شب را هم اینجا بمانید، وقتی آفتاب زد به خانه برگردید. مردهای جوان هم از خدا خواسته قبول می کردند. بنژو جای آنها را در کنار آتش می انداخت. مردها به خوابی عمیق فرو می رفتند و جادوگر بدجنس چاقویش را تیز می کرد و آرام به طرف آنها می رفت. بعد سرشان را با مهارت زیاد می برید و صبح روز بعد همه آنها را می خورد. او عادت نداشت برنج و ذرت و سیب زمینی شیرین بخورد. فقط گوشت انسان شکم شیطانیش را سیر می کرد. اما 10 کیلومتر دورتر در دهکده زنی زندگی می کرد که 10 پسر داشت. پسران او هم داستانهای زیادی درباره خوبی و زیبایی دختران بنژو شنیده بودند و می‌خواستند به خواستگاری آنها بروند. مادر تلاش می‌کرد که نظر آنها را عوض کند. او به پسرهایش می‌گفت جایی که می‌خواهید بروید جای بدی است. بهتر است به این سفر نروید. مردان زیادی آنجا رفتند و برنگشتند. من نمی‌خواهم تمام فرزندانم را یک جا از دست بدهم. اما پسرها خندیدند و گفتند که می توانند خوب از همدیگر مراقبت کنند. ما 10 برادریم و مناسب 10 دختر او. ما چیزهای زیادی درباره خوبی و زیبایی آنها شنیدیم و تا آنها را نبینیم آرام و قرار نمیگیریم. صبح روز بعد پسرها با روحیه شاد و در حالی که آواز می‌خواندند در جاده باریکی که به خانه بنژو می‌رسید راه افتادند. وقتی آنها رفتند مادرشان 11مین پسر را هم به دنیا آورد. اما این بچه با بقیه پسرها فرق داشت چون قدش تقریباً به اندازه انگشت کوچک مادرش بود. او فوراً سر پا ایستاد و شروع کرد به حرف زدن. در حالی که با چشمهای سیاهش به مادرش نگاه میکرد و میگفت مادر خوبم، پس برادرهایم کجا هستند؟ مادر با شگفتی جواب داد آنها همگی به خانه بنژو جادوگر رفتند. پسر کوچک فریاد زد و گفت پس من هم باید همین حالا به دنبالشان بروم و از خطری که تهدیدشان میکند حفظشان کنم. و به سرعت به سمتی که برادرهایش رفته بودند راه افتاد. کمی که رفت برادرهایش را دید که دست جمعی در حال رفتن بودند. با صدای بلند آنها را صدا زد و گفت آی صبر کنید تا من هم بیایم. برادرها کمی صبر کردند تا ببینند چه کسی آنها را صدا می‌کند. وقتی چشمشان به پسر کوچکی که به طرف آنها می‌دوید افتاد، دهانشان از تعجب باز ماند. بالاخره یکی از آنها پرسید تو کی هستی؟ چه می‌خواهی؟ پسر کوچک گفت نام من فریال است و برادر کوچک شماها هستم. آنها گفتند تو برادر ما نیستی، ما 10 برادریم و همه اینجا هستیم. برو ما را راحت بگذار. فریال گفت میخواهم با شما بیایم تا از خطرها نجاتتان بدهم. با این حرف برادرها عصبانی شدند و او را به باد کتک گرفتند. بعد گفتند ای ابله، تو چطور میتوانی برادر ما باشی؟ برو پی کارت. و دوباره آنقدر او را کتک زدند که بی حس و حال روی زمین افتاد. مدتی بعد یکی از برادرها پارچه زیبایی را پیدا کرد که روی زمین افتاده بود. با خوشحالی گفت ببینید چه پیدا کردم. یک آدم سر به هوا پارچه به این زیبایی را توی جاده انداخته و رفته. چه سفر پربرکتی.
پارچه را برداشت و روی شانه‌اش گذاشت. بعد هم به راهش ادامه داد و بعد از مدتی احساس کرد که پارچه سنگین و سنگین‌تر شده. برای همین به برادرش گفت می شود تو این پارچه رو برای من بیاوری؟ آخر روی شانه‌هایم سنگینی می کند. برادر به او خندید اما چیزی نگذشت که او هم همین احساس را کرد. به برادر سوم گفت پارچه را تو بیاور. خیلی شانه‌ام درد گرفته. پارچه همینطور دست به دست می شد تا به برادر بزرگتر رسید. برادر بزرگتر هم از سنگینی پارچه شکایت کرد. صدای نازکی از زیر پارچه گفت من برادر کوچک شمایم و زیر این پارچه‌ام. برادرها با عصبانیت پارچه را تکان دادند و فریال را بیرون انداختند. این بار هم او را آنقدر کتک زدند تا بیهوش روی زمین افتاد. یکی از برادرها گفت کارش تمام است، دروغگوی کوچک. برادرها با سرعت بیشتری به راهشان ادامه دادند چون کتک زدن فریال وقت زیادی از آنها گرفته بود. در راه شست پای یکی از برادرها به تکه آهنی خورد. وقتی خم شد تا آن را بردارد متوجه شد که یک حلقه نقره است. با خوشحالی گفت خب یک حلقه نقره اینجاست. انگار که کسی حلقهش را اینجا گم کرده. حالا این حلقه نقره مال من است. بعد هم حلقه را به انگشتش کرد و راه افتاد. بعد از چند دقیقه دستش سنگین شد طوری که به سختی میتوانست راه برود. اتفاقی که برای پارچه افتاده بود برای حلقه هم تکرار شد. انگشتر دست به دست چرخید و از برادر کوچکتر به برادر بزرگتر رسید. برادر بزرگتر با تعجب گفت خیلی عجیب است، این حلقه با حلقه های دیگر خیلی فرق دارد. همین موقع صدایی از داخل حلقه بیرون آمد و گفت من داخل حلقه هستم که سنگین شده. و بعد فریال از داخل حلقه به روی زمین پرید. برادرها خواستند باز او را بزنند اما برادر بزرگتر گفت ولکن نیست، کاری به او نداشته باشید، بگذارید او هم به خانه بنجو بیاید. آنها به راهشان ادامه دادند تا اینکه به خانه بنجو جادوگر رسیدند. بنجو با خوشرویی از آنها پذیرایی کرد و خوش آمد گفت و آنها را به بزرگترین اتاق خانه‌اش راهنمایی کرد. بعد هم برایشان غذا و نوشیدنی های فراوان آورد. بنجو اول متوجه فریال نشد چون پشت پای برادر بزرگترش پنهان شده بود اما ناگهان چشمش به او افتاد. به خاطر همین از زمین بلندش کرد و گفت چه پسر کوچک و زیبایی، با من به کلبه‌ام بیا تا از تو مراقبت کنم. من تا به حال بچه‌ای به کوچکی تو ندیدم. تو باید همینجا پیش من بمانی و مال من شوی. برادرها از این که فریال حرف جادوگر را قبول کرد تعجب کردند و بعد همراه دختران بنجو مشغول نوشیدن، خوردن و پایکوبی شدند و همه چیز را فراموش کردند. وقتی شب شد برادرها آماده رفتن به خانه شدند اما بنجو از آنها خواست تا شب را آنجا بمانند و به آنها گفت هوا امشب تاریک است و ممکن است راه برگشت به خانه را گم کنید. تازه در این فصل سال مارها و حیوانات وحشی هم بسیارند در جنگل. بهتر است امشب را پیش ما بمانید، فردا صبح به خانه‌تان بروید. جوانها که خودشان هم دوست داشتن بمانند قبول کردند. دوباره شادی و پایکوبی را از سر گرفتند. مدتی که گذشت دخترها و پسرها خسته شدند و دیگر طاقت نیاوردند که بیدار بمانند. بنجو تشک‌ها و بالش‌ها را آماده کرد و در اتاق بزرگی پهن کرد. بعد به اتاق خودش برگشت و جای راحتی برای فریال انداخت. بالش نرمی هم زیر سرش گذاشت و گفت تا فردا صبح راحت بخواب و بیدار نشو. من همینجا مراقبت هستم پسر کوچولو. جای تو پیش من امن است. جادوگر دراز کشید و چشمها را بست. خانه در سکوت فرو رفت. بعد از مدتی کوتاه بنجو بلند شد و نگاهی به فریال انداخت تا ببیند خوابیده یا هنوز بیدار است. فریال چشمهایش را بست و بی حرکت ماند.
بنژو بلند شد و به طرف چاقوی بزرگ تیزش رفت، اما همین که خواست آن را بردارد فریال او را صدا کرد و گفت کجا رفتی؟ بنژو با وحشت چاقویش را سر جا گذاشت و گفت مرد کوچک هنوز نخوابیدی؟ بگذار بالشت را درست کنم. بعد بالش را چند باری تکان داد و با التماس از او خواست که آرام بخوابد. جادوگر دوباره کنار فریال خوابید و فریال باز خودش را به خواب زد. این بار هم جادوگر بدجنس بلند شد و چاقویش را بیرون آورد تا آن را خوب تیز کند. فریال باز هم او را صدا زد و گفت کجا رفتی؟ این چه صدایی است؟ بنژو باز بهانه آورد و دوباره سر جایش خوابید. این بار فریال صبر کرد تا صدای نفسهای جادوگر یک نواخت شود. کمی بعد او فهمید که جادوگر واقعا به خواب رفته. بعد آرام از جایش بلند شد و به اتاقی که 10 برادرش و 10 دختر جادوگر در آن خوابیده بودند رفت. او رواندازهای سفید را که روی برادرانش بود روی دخترها انداخت و رواندازهای آبی دخترها را روی برادرهایش کشید. آن وقت دوباره به کلبه بنژو برگشت و دراز کشید و منتظر ماند. مدت زیادی نگذشت که بنژو دوباره بیدار شد و به گوشه کلبه رفت و شروع به تیز کردن چاقویش کرد، اما این بار فریال صدایش نکرد. جادوگر چاقویش را تیز کرد و از کلبه بیرون رفت. بعد آرام به طرف اتاقی که مردها در آن خوابیده بودند رفت. آهسته خم شد و گلوی کسانی را که روانداز سفید رویشان انداخته بود برید. با خودش گفت فردا یک غذای عالی برای خودم میپزم. بعد راضی و خوشحال به رخت خواب برگشت و به خوابی عمیق فرو رفت. وقتی فریال مطمئن شد که بنژو خوابیده، به جایی که برادرانش خوابیده بودند رفت. شانه های برادرانش را تکان داد و آنها را بیدار کرد. بیدار شوید، بیدار شوید. بنژو جادوگر میخواست شماها را بکشد. اگر من رواندازهای شما را با رواندازهای دخترها عوض نکرده بودم تا حالا همه تان کشته شده بودید. بعد به 10 دختر که سرهایشان جدا شده بود اشاره کرد و گفت نگاه کنید، جادوگر پیر فکر میکند که شما را کشته. برادرها که به توضیح بیشتری احتیاج داشتند با عجله از خانه فرار کردند و راه خانه را پیش گرفتند. آنها سعی کردند تا جایی که میتوانند از خانه بنژو فاصله بگیرند تا وقتی جادوگر از خواب بیدار می شود به اندازه کافی از او فاصله گرفته باشند. اما فایده ای نداشت. وقتی جادوگر بیدار شد و جای فریال را خالی دید با عجله به جایی که برادرها خوابیده بودند رفت. وقتی متوجه شد که چه بلایی سر دخترها آمده فریاد ترسناکی کشید و باد را صدا زد. جادوگر بر پشت باد نشست و با او به طرف برادرها پرواز کرد. آنها در نیمه های راه خانه بودند. وقتی فریال جادوگر را دید فریاد زد نگاه کنید، جادوگر دارد میآید. برادرها با دیدن جادوگر از ترس به وحشت افتادند. اما فریال چاره کار را می‌دانست. او تخم پرنده‌ای را از پایین تپه برداشت و روی زمین بین خودشان و بنژو کوبید. تخم مرغ تبدیل به رودی پهن و عمیق شد و جلوی جادوگر را گرفت. آنها توانستند دوباره به راهشان ادامه دهند. بنژو با خشم زیاد راهش را به طرف خانه‌اش کج کرد، اما این پایان کار نبود، چون جادوگر کوزه جادوییش را برداشت و به سرعت برگشت و تمام آب رودخانه را خالی کرد. دیگر حتی یک قطره آب هم روی زمین نبود. جادوگر توانست دوباره به تعقیب برادرها ادامه دهد. فریال دوباره با دیدن او گفت نگاه کنید، جادوگر پیر دوباره در تعقیب ماست. این بار هم فریال راه حلی پیدا کرد. سنگ بزرگی را برداشت و به طرف جادوگر انداخت. بلافاصله سنگ تبدیل به کوهی بلند شد و جلوی جادوگر را گرفت. برادرها هم به فرار ادامه دادند. آنها فکر کردند که دیگر دست بنژو به آنها نمی رسد. اما جادوگر هنوز شکست نخورده بود. او سوار بر باد دوباره به خانه‌اش برگشت و تبر جادوییش را برداشت.
بعد دوباره به جایی که کوه بود برگشت و با تبرش آن را خرد کرد و تا جایی که دیگر اثری از کوه باقی نمانده بود ادامه داد. بنژو که دیگر مانعی بر سر راهش نبود به تعقیب ادامه داد، اما دیگر دیر شده بود. فریال و برادرهایش به دهکده رسیده بودند. آنها که می‌دانستند بنژو هنوز دنبال آنهاست با سعی زیاد خودشان را به خانه رساندند. بنژو هم در حالی که آنها را زیر لب نفرین می‌کرد از آنجا دور شد. اما بنژو آنها را به همین راحتی رها نکرد. او با اینکه می‌دانست خودش سر دخترانش را بریده می‌خواست از پسرها انتقام بگیرد و آنها را بکشد. برای همین در گوشه پنهان شد و منتظر ماند. صبح روز بعد کدخدای دهکده به برادرها گفت که به جنگل بروند و چوب جمع کنند. آنها ترسان و لرزان به جنگل رفتند. اما تمام مدت در کنار هم کار می‌کردند و مرتب اطرافشان را می‌پاییدند تا مبادا جادوگر اطراف آنها باشد. بنژو حرفهای کدخدا را شنیده بود و خودش را تبدیل به تکه‌ای چوب کرده بود. وقتی مردها چوبها را جمع می‌کردند آنها را کنار جاده روی هم می‌گذاشتند. یکی از برادرها به فریال که بیکار ایستاده بود گفت: فریال اینقدر تنبل نباش، بیا و کمی کمک کن. فریال گفت: من نمیخواهم به شما کمک کنم چون بنژو خودش را به شکل چوبی درآورده و من نمیخواهم او را از زمین بردارم. برادرها با شنیدن این حرف چوبها را بر روی زمین ریختند و به طرف خانه فرار کردند. بنژو دوباره خودش را تبدیل به شکل اولش کرد، اما هنوز در انتظار موقعیتی برای انتقام بود. چند روز بعد برادرها برای چیدن آلوی وحشی به جنگل رفتند، ولی فقط چند درخت که میوه‌های آنها هم پلاسیده بود پیدا کردند. ناگهان به درختی رسیدند که برگ‌های سبز و میوه‌های آبدار خوبی داشت. برادر بزرگتر گفت: نگاه کنید، وقت به ما رو کرده. بعد دستش را دراز کرد تا میوه‌ها را بچیند. فریال گفت: صبر کن، مگر نمی‌بینی این یک درخت جادویی است و بنژو داخل آن پنهان شده؟ برادرها وحشت زده کوزه ها را انداختند و به طرف خانه دویدند. نقشه جادوگر دوباره نقشه برآب شده بود. روز بعد وقتی برادرها از خانه بیرون آمدند، الاغی خاکستری دیدند که مشغول خوردن علف بود. به نظر می آمد که الاغ صاحبی نداشته باشد. برادرها با خودشان گفتند: این حتما الاغی است که از دهکده همسایه به اینجا آمده. با اختیار ماست، چطور است از این الاغ کمی سواری بگیریم ها؟ همگی سوار الاغ شدند و همه هم روی الاغ جا شدند. یکی از برادرها رو به فریال کرد و گفت: بیا سوار شو، جا برای یک نفر دیگر هم هست. فریال گفت: نه، دیگر جا نیست. بلافاصله اتفاق عجیبی افتاد. الاغ شروع کرد به بزرگ شدن. جای کافی برای فریال باز شد. فریال خنده کرد و گفت: تو دوباره گول خوردی. الاغ‌ها زبان آدم‌ها را نمی‌فهمند. اگر تو فهمیدی باید بنژوی جادوگر باشی. برادرها، شما هم اگر به جانتان علاقه دارید زود از پشتش پیاده شوید. برادرها با عجله از پشت الاغ پایین پریدند و الاغ هم ارعر کنان به داخل جنگل رفت و تا آنجا دوباره تبدیل به بنژو شود. جادوگر ناامید شده بود. او تمام راه‌ها را امتحان کرده بود. با خودش فکر کرد: اگر فریال را گیر بیاندازم میتوانم دیگران را هم به دام بیاندازم. پس دوباره نقشه شیطانی کشید و صبح روز بعد دختری زیبا به دهکده آمد. اهالی دهکده دور او جمع شدند تا از او علت آمدنش را به آنجا بپرسند. دختر گفت: من آمدم تا فریال را ببینم. صدای او زیبا و شبیه به صدای زنگوله ها بود. دختر به آنها گفت: می شود مرا به طرف خانه او راهنمایی کنید؟ فریال که از دیدن دختری به این زیبایی شگفت زده شده بود او را به کلبه مهمانها برد و بعد از خانه بیرون آمد. آن وقت بز جوانی را کشت، آن را به مادرش داد تا با آن غذایی آماده کند. فریال تمام روز به پذیرایی از مهمانش
مشغول بود و برایش انواع غذاها را آورد و با او صحبت کرد. وقتی که شب رسید دختر گفت وقت آن است که به خانه‌ام برگردم. مرا تا جنگل همراهی می‌کنی؟ آخر جنگل خیلی تاریک است. من نمیتوانم تنها بروم. فریال با علاقه زیاد قبول کرد. تمام مردم دهکده برای خداحافظی با دختر از خانه‌هایشان بیرون آمدند. شب تاریکی بود. فریال دختر را از جاده پرپیچ و خم به طرف خانه‌اش می‌برد. ناگهان دختر در پشت درختی پنهان شد و فریال بی حرکت و هوشیار سر جایش منتظر ماند. ناگهان مار بزرگ و وحشتناکی به طرف فریال خزید تا خودش را به دور او بپیچد و آنقدر فشارش دهد تا بمیرد. فریال انتظار دیدن چنین چیزی را نداشت، اما خنده‌ای سر داد و گفت ای بنجوی بدجنس. بعد خودش را به صورت آتش بزرگی درآورد و مار که فرصت نداشت برگردد نتوانست بدن سنگین و بزرگش را از افتادن داخل آتش حفظ کند. او بلافاصله سوخت و نابود شد. وقتی فریال به خانه رفت و ماجرا را برای همه تعریف کرد، جشن بزرگی در دهکده برپا کردند. مردم به خاطر اینکه برای همیشه از دست بنژوی جادوگر خلاص شده بودند، به جشن و پایکوبی پرداختند و با خیال راحت زندگی کردند. پایان این داستان. به نام خدا. داستان گنجشک زبان بریده. در روزگاران خیلی قدیم پیرمردی بود که یک زن بدجنس و بد اخلاق داشت. آنها بچه‌ای هم نداشتند. به خاطر همین پیرمرد به جای بچه از یک گنجشک کوچک و زیبا نگهداری میکرد. او به گنجشک خیلی علاقه داشت. به آن آب و دانه میداد. جایش را تمیز میکرد. حتی با گنجشک حرف هم میزد. این کارها باعث حسادت زن به گنجشک شده بود. پیرزن که به هیچ کس و هیچ چیز علاقه نداشت سعی میکرد گنجشک بی‌نوا را اذیت کند. همیشه هم به شوهرش سرکوف میزد که چرا از یک گنجشک پر سر و صدا نگهداری میکند. وقتی پیرمرد در خانه نبود و پیرزن به کار شست و شو مشغول بود، روزگار گنجشک سیاه میشد. پیرزن کف صابون را به سر و صورت گنجشک می پاشید و دق دل خودش را سر گنجشک خالی می کرد. آخر پیرزن از کارهای سخت مخصوصا شستن لباس بدش می آمد. روزی از روزها پیرمرد تصمیم گرفت به شهر برود تا برای خانه خرید کند. موقع رفتن از زنش خواهش کرد که مراقب گنجشک باشد. زن هم قول داد که مراقب است. پیرمرد به شهر رفت و این فرصت مناسبی برای پیرزن بود که خودش را از شر گنجشک خلاص کند. او یک قیچی برداشت و به سراغ قفس گنجشک رفت. در قفس را باز کرد و گنجشک را بیرون کشید. گنجشک بال و پر زد تا شاید بتواند خودش را نجات دهد، اما بیفایده بود. هیچ راه فراری نبود. پیرزن با قیچی زبان گنجشک را برید و به هوا پرت کرد. برو گم شو پرنده مزاحم، برو که دیگر قیافت را نبینم. بیچاره گنجشک بی زبان پرواز کرد و به جنگل رفت. غروب که شد پیرمرد به خانه برگشت و صاف به طرف قفس گنجشک رفت. قفس خالی بود. دلش لرزید. اشک در گودی چشمهایش نشست. به این طرف آن طرف اتاق نگاهی کرد تا شاید گنجشک را پیدا کند، اما هیچ خبری نبود. از روی ناچاری سراغ گنجشک را از پیرزن گرفت. پیرزن شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت چه میدانم کدام گوری رفته. من سرم به کار مشغول بود. چشمم که به قفس افتاد دیدم درش باز است. حتما از قفسش فرار کرده. پیرمرد غصه دار شد. نتوانست در خانه بماند. گفت به دنبالش میروم. تا پیدایش نکنم هرگز پا به خانه نمیگذارم. پیرزن هر کاری کرد نتوانست جلوی رفتن او را بگیرد. پیرمرد راهی جنگل شد. میرفت و داد میزد گنجشکک من، گنجشکک کوچولوی من، کجایی عزیزم، دلبند من، کجایی؟ چرا مرا تنها گذاشتی؟ در این حال زنی بسیار زیبا در برابر چشم پیرمرد ظاهر شد.
پیرمرد حیرت زده گفت تو که هستی؟ زن زیبا به او گفت دوست عزیزم، حالا مرا نمیشناسی؟ من همان گنجش کوچولی تو هستم. پیرمرد به چهره زن نگاه کرد و احساس کرد که او را خوب میشناسد. به او گفت چرا از پیش من رفتی؟ چرا مرا تنها گذاشتی ها؟ زن گفت داستانش طولانی است، به وقتش برایت تعریف میکنم. حالا لطفاً به خانه من بیا و کمی استراحت کن. زن زیبا این را گفت و راه افتاد. پیرمرد هم به دنبال او رفت تا به خانه بسیار قشنگی رسیدند. به خانه که وارد شدند، خواهران گنجش به استقبال آنها آمدند و از مرد پذیرایی کردند. انواع غذاها را برایش آوردند و انواع نوشیدنی ها را به او دادند. مجلس آنقدر سرگرم کننده بود که پیرمرد متوجه غروب آفتاب نشد. به خودش که آمد، پاسی از شب گذشته بود و تاریکی همه جا را پوشانده بود. پیرمرد از جا پرید و گفت من باید بروم، زن بیچاره‌ام الان نگرانم می شود. گنجشک از پیرمرد خواهش کرد که بیشتر پیش آنها بماند، اما او قبول نکرد. گنجشک گفت حالا که نمیمانی اجازه بده کم سوغاتی به تو بدهم که به خانه ببری. این را گفت و رفت و با 2 بسته برگشت. یکی از بسته ها بزرگ و سنگین بود و آن یکی کوچک و سبک. گنجش به پیرمرد گفت خواهش میکنم انتخاب کن، هر کدام را که میخواهی بردار. پیرمرد که نمیخواست طمع کند بسته کوچک را برداشت و به طرف خانه راه افتاد. به خانه که رسید چیزی را که برایش اتفاق افتاده بود برای پیرزن تعریف کرد. بعد بسته را پیش روی همسرش باز کرد. بسته پر از چیزهای قیمتی بود، طلا و نقره و الماس و یاقوت و انواع مرجانها. طلا و جواهرات به قدر زیاد بود که آنها می توانستند تمام عمر را به خوبی و خوشی زندگی کنند. اما پیرزن حسود سر پیرمرد فریاد کشید احمق، چرا بسته بزرگتر را بر نداشتی؟ اگر آن یکی را برداشته بودی حالا ما حسابی پولدار می شدیم. تو نادانی کردی. حالا من به خانه آن گنجش می روم و هر طور شده آن بسته بزرگ را به چنگ می آورم. پیرمرد از همسرش خواهش کرد که دست از طمع بردارد و فکر رفتن را از سرش بیرون کند، اما بیفایده بود. پیرزن پاشنهایش را بالا کشید و به طرف خانه گنجش به راه افتاد. به آنجا که رسید قیافه مظلومانه به خود گرفت. سر و روی زن زیبا را غرق بوسه کرد و خواهش کرد که او را ببخشد. زن او را به داخل خانه برد و از خواهرهایش خواست تا خوب از پیرزن پذیرایی کنند. آنها هم انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها را برای پیرزن آوردند. آخر سر هم موقع رفتن گنجش رفت و 2 بسته آورد. به پیرزن گفت هر کدام را میخواهی انتخاب کن. پیرزن بدون یک لحظه فکر کردن بسته بزرگتر را برداشت. آن را روی سرش گذاشت و به سرعت از خانه گنجش دور شد. بسته بسیار سنگین بود، اما پیرزن به هر جان کندنی بود آن را به خانه رساند. پیرمرد که نگران شده بود گفت بالاخره آمدی؟ پیرزن قاه قاه خندید و گفت دیدی شوهر نادان من، دیدی آخر آن بسته بزرگ را به چنگ آوردم. بعد فوراً در بسته را باز کرد. اما میدانید چه دید؟ پیرزن از ترس و وحشت به زمین افتاد و شروع کرد به دست و پا زدن. پیرزن وقتی جعبه را باز کرد انواع حیوانات درنده که صداهای ترسناکی از خودشان در می آوردند به طرف او حمله کردند. یک زنبور سمج هم وزوز کنان در اتاق پرواز می کرد و مرتب به پیرزن نیش می زد. پیرمرد هاج و واج مانده بود، نمیدانست چه کند، نمیدانست بخندد، گریه کند. پیرزن هم روی زمین افتاده بود و مرتب خواهش و التماس میکرد که پیرمرد به او کمک کند. وضع عجیبی بود. گرگ زوزه میکشید، زنبور وزوز میکرد، حیوانات دیگر هم سر و صدای عجیبی میکردند. پیرمرد از همه آنها خواهش کرد که دست از سر پیرزن بردارند و او را به حال خود بگذارند. همه حرف پیرمرد را گوش کردند و فوراً به داخل بسته پریدند و در آن هم بسته شد. پیرمرد رو کرد به پیرزن و گفت
این درسی بود برای تو که دیگر طمعکار نباشی و سعی کنی با پرنده ها مهربان باشی. آخر آن گنجشک کوچولو با تو چه کار کرده بود که زبانش را بریدی؟ پیرزن سرش را از خجالت پایین انداخت و آهسته گفت قول میدهم که دیگر طمعکار نباشم. قول میدهم با همه پرنده ها مهربان باشم و هیچ حیوانی را آزار ندهم. از آن به بعد پیرزن دوست پرنده ها شد و به شوهرش در دادن غذا و دانه به پرنده ها کمک کرد. پایان این داستان.